یا شما دوستان عزیز خوش اومدین به اولین ویدیو. اومدم آموزش ساخت تارانداز مردنکبوتر رو بهتون آموزش بدم. بس قبل از اینکه برم سراغ ویدیو ما رو لایک و ساب کنیم و بریم که ببینیم چطور میشه یک وب شوتر اسپایدرمن رو درست کرد. خب سلام دوباره. اومدیم که ببینید یه دونه کارتون نیاز داری، یه دونه ماژیک اصلا یا مداد فرق نمیکنه، یه دونه نخ، حالا میتونی سفیدش هم بیاری، اصلا مهم نیست. خب و یه دونه گیچی نیاز داری، گیچه بزرگ من کوچیک بودنش هم که خودت میدونی مهم نیست. یه دونه کش اینطوری، اگه نداشتی میتونی نی بیاری بجاش. یه دونه کشه اینطوری لاغر کن و باید حتما داشته باشی تو این ویدیو. یعنی ببین میاری کارتونو طوری یه مربع یا مستطیل بزرگ یا کوچیک سعی کن متوسط بگیر، همین اندازه خوبه. اینا میبری. خب برای اینکه بریدی یه میبری اندازه مچ دست کلاوال من اندازه خود مچ دست نشد. حالا یه دونه تیکه کارتون آوردم کن، یه دونه رو بچسبم، یه سرش رو بچسبونم یه سر دیگه چطوری آنا میبینی. یه ذره فقط صبر کن. یه تیکه آوردم این سر رو وصل میکنم به این سر، چون گشادم حوصله دوباره چیز کردن نداشتم. خب اون مربع رو که بریدی مستطیل مربع، اونا میچسبونی. حالا با هر چسبی، من با چسب حرارتی استفاده میکنم، بهترین چسب نظام حرارتی. حالا خب چسبونی به اونجا. خب اون که شد بود. حالا گفتم به جای میتونی نیم بیاریم تو رولش میکنی. اون کشه لاغر رو میاری یه نشه میچسبونی، اون میبریش اون کشه لاغر رو یه تیکه، اون یه سرشو میذاره مثلا سمت راست، یه تیکش یه سرشو میذاره سمت چپ. حالا من یه دونه ساختم بهتون نشون میدم. ببین اینطوری یه دونه رولش کردی، یه دونه سمت راست اینطوری میذاری. حالا میتونی نی هم بیاری، نی خفن‌تر میشه. اونا میچسبونه به اون مستطیل. اگه هم نفهمیدی اینجا چی گفتم چند بار ببینی میفهمی. خب اینا میچسبونه به اون مستطیله. وقتی چسبوندیش به مستطیل شما میای یه نخ تو به نظر من داره مثلا بذار مثلا طوری که شنگ میتونی کوتاه بلند متوسط بذاری، ولی به نظر من خوب تا حدی که میتونی بلندش کن که بهتر نتیجه میگیری، بهتر میره. حالا تو وقتی میخوایم تست کنیم بهتر میشه. خب دو سر داره دیگه. اون یه سرش رو میچسبونیم به کجای وب شوتر، ببین اونجا وب شوترت میچسبونی. اینجا هر چسب راحتی من تموم شد میخوام بچسبونم. خب یه سرش رو میاره اینطوری میچسبونه به اونجا. خوبه. یه نفهم همینطور با دست، حالا یه کاغذی یه کارتون اینطور ببر بذار اونجا که محکمتر اصالت عادی بوده باشه. خب اینجا شما میای یه سر دیگه شو یه سیخ داشتیم، حالا میتونی هر چقدر دل خواست اونو ببریش، مثلا نصفش، اصلا کاملش نصفش، 1 سانت 2 سانت همینطور ببر. اینا میچسبونیم به اون سیخه. سر سیخه یه چیز بس کنگه نه اتفاق خطرناکی نیفتاده، یعنی انداختی نخوره به چش کسی، چی نشه، حالا خدای نکرده. اینا میچسبونیم اینجا و منتظر میمونی که خوش بشه. من آموزش اگر کش نداری، اگه فنر نداری، میتونی منتظر اون ویدیو باشی که میخوام بدون کش و فنر بهت آموزش بدم. همینطوری هیچ چی نیست، فقط نی لازمه. تا نی هم نداشتی یه کارش برات میکنم. یعنی وب شوتر میتونی بسازیم باید. اینجا منتظر میمونی که شما چی بشه، درسته خوش بشه.
هم داری منتظر میمونی 2 ساعت بعد 3 ساعت نه منظور حالا چند ثانیه چنده میام اینجا. خب اومدم تستش کنم، ماسکم هم مسخره نیست، مسخره هم خودتی. اومدم اینجا تستش کنم. خب ببین اینجا اولین تست خوب رفت. ببین چون نخم دراز بلند بود. ببین اینجا این از این زاویه هم میخوام ببینید. چون از زاویه جلو هم الان میگرفتم. من خب اینجا میبینین که خوب با سرعت میره، خوب بلند. وبشوتر خوبیه برای کسایی که هیچ وسیله میشه گفت ندارن و مثل من گشادم مثل منم. خب تا ویدیو دیگه باشه شما خدا باشه.